ادامه گفتار رمان زنان سبزبهار شاعر و نویسنده دلآگاه گلرخسار. گفتار ششم. در ذات ما تو بیننگ برآمدی. آچه گاوها قصیر ماندند. قصیری گاوها به ما وابسته نیست. بیایید شر ندارید. مرا دور دیده دیگی عیشت می جوشد. سعید برگردم در خون خیانتکار انگشتم را تر می کنم. سعید گمان از ایمان جدا می کند. پشیمان می شوی سعید. کی مرا نزد تو بد می کند؟ مادرت؟ نخواد دلش به تو نسوزد؟ نامزدی سابقت؟ نه، او یک عمر از من رضا است. کی؟ چرا خدیر به تو برگک داد؟ در عوضش تو چی میدی؟ زیبا گفتگوی خود و شوهرش را برملا شنیده حیران چشم گشاد. در گرد و اطراف بجز کوههای برف پوش و اسب و او کسی نبود. او به حال چشم پوشید. گفتگو تندتر شد. وقتا که آدمان از دهان کودک خود لقمه را میزنند، چرا او به تو چنین حاتمی کرد؟ نمیدانم، گفت زیبا در جواب. پگاه برگکش را برمیگردانم سعید. وقتهای آخر چون از سعید خط می آمد، بجای خرسندی دلش را وهم زیر می کرد. دیرگاه خط را نمی کشاد. آچه جان، تا که من گناهکاری بیگناه می گردم. آچه جان، آب. از دیواری کمر یک کف برف را گرفته به دهان برد. برف سوزان بود. آچه جان. مادرش بیننگی آن روزش را نبخشیده بود که در نظر دختری تب سوخته پیدا نشد. شکرانه را فراموش نکن دختری نعیم. از عصا و کریم خطی سیاه آمد. شادی بی نام و نشان شده است. از دلاور خط نیست، فقط سعیدی تو خط می نویسد. شنید آواز خود را. شکرانه، هزار بار شکرانه. مشک لغزیده و نااستوار هراسان راه می رفت. اسمناخا سخت رمیده در گرد خود جوازک رفتن را آغاز کرد. اندکی مانده بود سواره از روی زین سرازیر شود. زیبا چشم کشاد. جانور در تنگی دره، جایی که آبی چشم راه را یخپوش کرده بود، می ایستاد. چو در یالت صدقه. مشک چو تاریک می شود. بغیر تو صاحب درکی ندارم. چو اسب آهسته حرکت آغاز کرد، اما افزایش بیجا بود. در عقل و فراست جانم مشک. یالی اسب را مالیده بی آواز جانور را تعریف کرد. آفتاب از شانه کوه نورهای آخرین ارغوانیش را روی دریای کماب و آرام افکنده بود. رنگ سرخ دریا و دامنی سفید کوهسار حسنی چشم ربا داشت، اما به دیده زنی تب سوخته این حسن ناعیان بود. اسب زور راه می رفت. سواره با هراس دریافت که مشکی آرام و اهل از چیزی رمیده است. بی اختیار به عقب نگریسته از دور سرابی را دید. سوار تند اسب می راند. زیبا سواره تعقیب کننده را شناخت. به بدنش مرغک دمید. مشک را قمچین زد. جانور را سراسیمه کرد. ناخواست در تنگی دره برف پوش پیدا شدن خدیر بی بلا نبود. او هرچی زودتر از بلا حذر می خواست. خدیر در گلوی دره به زیبا برابر شد. اسبش عرقشار بود. خودش به زور نفس می گرفت. چشمانی کاسمانندش آتشکی نحسی داشتند. زیبا با حیرتی ساخته آرامی فریبا بر روی چطور و چشمانی گرسنه سوار نگریسته پرسید: اکی رئیس تینجیست؟ نایب رئیس جای جواب گفتن اسبش را به اسبی رمیده رئیس جماعت جفز کرد. ریکاب به هم رسیده جرنگ جرنگ صدا برآورد. مشک خوسیده سواره خود را پیش کشید. اسبت بدرشک بوده است رئیسه، گفت خدیر به او رسیده و
از چهره ارغوانی زن چشم نکنده. اسبی بدرش گنده است. اسبی دیگر میخواهی؟ نمیخواهم. اسب من از بعضی مردها با عقل است، جواب داد زیبا. اسبت شاید با عقل باشد، اما خودت عقل نداری. بیهوده نمیگویند که عقل زن بعد پیشین می‌دراید. لطف کرد خدیر که زور زده اسبش را به سواره نازنین برابر کردن میخواست. عاقبت موفق شد. برای فهمیدن عقل و فراست دیگران باید خودت عقل و فراست داشته باشی. تو خودت عقل داری؟ دوست را از دشمن نمیشناسی. یک رئیس نیمتنه بیمار را دیده در رو ما را فراموش کردی. های های، نامرد کسی که از زن وفا می طلبد. چی گپ اکی رئیس؟ گفت زیبا خود را به نادانی زده. سوختم. میفهمی سوختم. گفت خدیر. چی گپ ها؟ نخواد چی گپ بودنش را نفهمیدی ها؟ تو رفتی و دلم سرزنیشم کرد. چگونه مانده که یک پریزاد نماز شام طاقه و تنها رود. خواهش مرا این جانوری بادپا هم معقول یافت. بال برآورده مرا تا تو رساند. تو باشی میگریزی. پری تنها یکش. بیهوده تشویش کشیدی اکی رئیس. ما به تنهایی عادت کرده ایم. خود را به نادانی زدن زیبا ساخته بود. این را درک کرده مردک بی پرده گپ شد. به وجدانم قسم، من با تو را یک دم تنها نمیمانم. زیم با تو میزیم، مرم با تو میمرم. این دنیا بی تو به من بد حرام است. حرام، میفهمی پریزاد؟ مشک زیبا را پیش کشید. نایب رئیس که نفسگیر گپ میزد در غضب شد، اما سیر بای نداده. امروز وقتی از منبر لطف میکردی، درستر ذهن مانم در تمام پنبچی است و بیهو بالا زنی نیست. آن مردک شهری زرشناس بوده است. قصه تلخ مردک عاشق را یادرس کردن خدیر چنین معنی داشت که آنگاه اگر شمال لطفی بانوی نازنین نمی بود، درختی حرسی مهمان نمی جنبید. یادرس کردن آن قصه ارهیات زن را سخت آزرد. هنوز بعضی ها گمان داشتند که مهمان شهری با عیبی خودی زیبا سید را زندانی کرده بود. سرخ شد. اکایش صدقه، همین روز فهمیدم که در دنیا چی پریزادی میزیسته است و ما بیخبر. همین قدر وقت کور بودم که تو را ندیدم. بقای را به زمین زدم که تو را به آسمان برارم. فهمیدی؟ کاری خوب نکردی اکی رئیس. زن ماری آبی طرفش را نگیره. خیریت شو ندارد. در حق بقای بیعدالتی کردی و بیچاره طاقت کرد. آفرینی طاقتش. زیبا راست به چشم خدیر نگریست. هفت نمودش در گور. روی ترش کرد نایبی رئیس. زن باید حسن و لطافت داشته باشد. مرد را سویش مثل آهن ربا کشد. از دیدن او تابستان خنک میخوری، زمستان یخ میکنی. ذوق کرده خندید. تو دیگری، مثل صد برگی تگی برگی، تازه، خوشبوی، نازنین، زیبایی حقیقی. جانم صدقه تو. خدیر دست انداخته کمر زن را سخت آغوش کرد. پنجه های لرزانش به بدن زیبا خلیدند. بروتهای مردک بری روی او را خاراندند. چشمانی کاسمانندش گیردگردان بودند. به در رنده مانند بود. از مردک بوی غلیظی میخیست. و بوی چرک و ناس و بویهای دیگری مردکی میکرد. دل زیبا به حضور شد. در تنگی در آغوش غولی بدبوی میتپید و امکان مقابلیت کردن نداشت. کبک به حلقه کبک باز افتاده را میماند. خدیر او را بوسیدن میخواست. اسب صاحبش را پیش میکشید. تو نفس نداری وای زنک، تو زنده یا مرده؟ نفسی تو باید از بیمردگی اژدها شده باشد. بیا میفرایم. خدیر زیبا را که امکان جنبیدن نداشت سختر آغوش کرد. استخوانهایش درد کردند. رنگش سرخ و سفید میشد.
آنها کتل را که در دامنش سرخابی روان بود در آغوش یکدیگر بالا شدند. مرد در خاموشی ناچار زن غالبیت خیش را دریافته پنجه های آهنینش را از بدنی آزار کشیده سستر کرد. زیبا از پنجه های نوکتیزی خدیر خود را رها کرده در سر زین راست شد. همچنین غضب و نفرت زیبا چنان سخت و ناگهانی به سر خدیر سپس به صغری اسبی او فرامد که هر دو را در لحظه پکر و فلج کرد. زیبا برای به خود آمدن رقیبش امکان نداده او را که بالای اسبی از پای افتاده مجالی از جای جنبیدن نداشت همچین باران کرد. او علمی همه زنهای بیمردی تحقیر شده را از این مردک بی ناموس گویا ستانیدن میخواست. خون از سر و روی خدیر میشارید. اسبش را که گویا در برفاندازی دره میخکوب کرده باشند کوششی مهمی زدن میکرد اما قوتش نمی رسید. عاقبت جانوری رمیده خود را از تگی سواره خود بیرون کشیده او را به دره افکند و سوی پیش تیروار دو گرفت. خدیری خونشار تا گلو در برف غوطید. دو پایش از درون برف توده مثال مقراس حرکت می کرد. در دمی از ضربه قمچین نفرت و علم زن مرد مغرور به یک انسانی افتاده مظلوم تبدیل یافت. زیبایی از خشم و علم لرزان مشک را بیرحمانه قمچین می زد. جسمش در آتش غضب و علم و تب می سوخت. چنانش می نمود که گویا سعید پیش او اسب دوانده زنش را از خدیر و خدیری ها حمایه می کند. خیالاً به شوهر بدرشکش مراجعت کرد. دیدی سعید؟ دیدی؟ نه تنها تو، ما نیز می جنگیم. جنگ ما جنگ جنگ هاست. جنگ ناموس و شرف. جنگ بی تیر و تفنگ، بی خون اما قاتل. زیبا به مرز سبز بهار رسیده لجام اسب را کشید. از بلندی بونی عقبه به رزمگاه شرف به مرز ناموسی خود تنگی دره نگریست. خدیر چون خوسه برفی بین راه مستر می ایستاد. شب چادری سیاهش را روی برفی سفید پهن می کرد. چو رفتیم جانور. گردن مشک را بوسیده گفت زیبا از این بلا هم گذشتیم. مشک سوی خانه میده هموار روان شد. چشم روز نکفیده نشانه سحرخیز در دیگدان آتش در داد. دودی غلیظی تپک خانه را پر نموده از روزن پیلته پیلته غاز داد. بز از پسی در عطسه زد و بزغاله به آن همراه شد. کودک نیز در گهواره به عطسه زنی سر کرد. نشانه تبسم کنان سوی مادرش به معنی اکنون نوبت تو نگریسته خود نیز پی هم چند بار عطسه زد و مادرش را خنداند. پیر شو، خوشبخت شو، دولتمند شو، دعا کرد مادر. هرچند هوا سرد بود ناعلاج در را کلان گشاد. باد برفالود گویا از خنکی گریخته خود را به درون زده گرمی خانه را آغوش کرد. بیرون هنوز تاریک بود. سگ‌های دیهه بی ایست می جکیدند. بز بیقرار و هراسان در جایش چرخ زنان پای می کوفت. در را پوش، خانه خنک می شود. اشاره کرد مادر. زودتر. نشانه گوک کشان به خانه در آمدنی جانوری را دیده به اختیار در جایش ایستاد. سپس قفاناکی رفته آتشکاب را به دست گرفت. از سگ گم شو، گفت خیریه با آواز خسته و شنوایش به زور. حیوان از تهدید زن نترسید. شکم ماله سوی بزی کلو بزغاله گشت. لبانش را بی ایست می لیسید. گرگ! فریاد کرد عاجزه دستی یگانش را سوی گهواره طفل که بیدار شده غش می کرد امدادخواه دراز کرده.
بزغاله خود را هراسان به شکم مادر زد و بوزیکل بزغالش را حمایه کردنی شده به دیوار جفت شده به آس می زد. الاف پرتا الاف، الاف پرتا الاف. سخنان مادر کنده و ناشنوا بود. از ترس دل دختر به پشتش رسید. او چوب نیمسوزی را از آتشدان گرفته طرف حیوان پرتافت. گرگ چشمان زردی گرسنه و خون طلبش را از بوس کنده به دختر دوخت. درنده از این صیدخانه به آسانی رفتنی نبود. آتش دسته دیگر که نشانه باش از دنگله کرد بی خطا بر سر حیوانی گرسنه برخورد. بوی موی سوخته خانه را فرا گرفت. گرگ قفاناکی خزید. ضربه های پی در پی حیوان را از درون بیرون کردند. دختر در را با دستی لرزان زنجیر کرده بی حال به آن تکیه کرد. چنانش می نمود که گرگ پسی در آماده هجوم نوبتی است. چرا به خانه آنها آمده است گرگ؟ دلی ترس خوردهش در قفس سینه نمی گنجید. بوی موی سوخته گرگ در فضای خانه مانده بود و از نزدیک بودن بلای عظیم درک می داد. نشانه عاقبت خود را دست گرفت. چوب دود گرفته را به آتشدان پرتافته با دستانی لرزان کودک را از گهواره کشاد. طفل بروی از ترس و هیجان ارغوانی خالش شیرین تبسم می کرد. بوزیکل پشتی نرمک بزغاله‌اش را می لیسید و گویا از دور شدن اجل نزدیک رسیده با لحن خود به گوشش چیزی می گفت. خیریه عاجز که شاهد این منظره وحشتناک بود گشته و برگشته گریبان شکرانه قبضه می کرد. زمستان قهرتون گرسنگی جانوران را از جان بیزار کرده است. توبه توبه. گرگ در خانه. خیریت گرگ پیر بود است. یا توبه یا توبه. می دانست گرگ به دیه تنها نمی آید. با اشاره مادر دختر آشبور را در بالادری گذاشت. تبسم طفل به گریه تبدیل یافت. او گرسنه بود. نشانه بز را می جوشید و گرگ گرسنه از پیش نظرش دور نمی شد. تپکلاو گول کرد. آب چاینیک جوشید. دختر به چاینیک یک کف برگ گلی خار انداخته دم کرد. چند دانه غولینگ و قاق سیب را روی دسترخوان گذاشت. پیاله چای شیرگرم را به دست لرزان مادر داد. خاموشانه چای نوشیدند. نشانه سوی خنبه می نگریست و آردی باقی مانده را در ترازوی خیال بر می کشید. از یک کاسه کمتر آرد مانده است. امروز چی پزم؟ عطاله یا آرداب یا سیبی خشک تر کنم؟ می اندیشید خود به خود. هر قدر احتیاط کردم نرسید. خود به خود حسابات داد در دل. چیکار کنم؟ این زمستان از گرسنگی مریم هم. دیگر نزد رئیس نمی روم. با کدام روی می روم؟ می اندیشید آنی که کیها از خواجگی حقی بچه عسکری شهید را گرفته بود. انجام گفتار ششمی رامن زنان سبزبهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.